سلام دوستان عزیز، چون همیشگی این وقت و ساعت پیشکش شما است. برنامه دوست داشته شما بواری دارم. لذت از شبکه سفینه. مهمون امروزه ما نفری است که هنر خیلی نادر و خیلی زیبا نیز دارد، یعنی گلکاری کردن با سبزوات ها و از جمله محصولات های پولیزی، تربوز، اینچنین کدو. اینم باشد حکیم جان هاشیموف امروز در مهمانی ما حضور دارد، البته با پسرش اکمل جان هاشیموف. شما رو خوش آمدید میگیم اولا با برنامه لذت و چون همیشگی چون انا سخن افتتاحی به خود شما. مرحبا. السلام علیکم تماشابینان برنامه لذت. ما امروز در استودیو تلویزیون سفینه اشتراک داریم. ما کارخانه خودمون اینجا نمایش اینا از سبزوات پولیزی ها و یا دو طعام نو پخته به شما نشون میدیم. خیلی خوب، خیلی خوب. و دوستان عزیز اکنون کمی با احساسات داده می شود حکیم جان و من گفتنی هم که در برابری که اینجا از سببی که در برنامه لذت شرکت دارن این نفران و باید یگان خوراک یا اینکه خوریش رو آماده سازد و چون همیشه اگه خوراک آماده می سازد یک تانه بلکه دو خوراک و اینچنین اکمل جان باشد. چیکار میکنی اکمل؟ خوریش آماده می سازی. البته در خوراک و خوریش هایشان استفاده میبرند امون طرز زیبا و آرایش دادن امون خوراک و خوریش ها رو. همینطور نه؟ همینطور. دوستان عزیز، برای خوراکی که ما امروز آماده میکنیم کدام محصولات لازم است؟ ماهی، سبزوات ها، یعنی که اول ماهی، گوشت قیمه کرده شده، سبزوات ها، پامیدور، بادرینگ، ردیسکا، سیب، خب سیب، بادرینگ، باز بادرینگ، چکه، انار، لیمو. انار و لیمو. اکنون چیکار میکنیم؟ چرا که دیده استید ماهی رو میگیریم. میگیریم ماهی رو. برای چی این یک کسب خیلی نادر فکر میکنم که یک کسبی که من نمیدونم نه همه طاقت کرده میتواند از یک نگاه خیلی در نظر آدم زیبا است و برای این یک مهارت مخصوص در کار است. همینطور نه؟ همینطور است. این کارهای ما کمی نازکی دارد. خب برای که ما آرایش و زیبایی در بسیار دقت خودمون را میتیم. دقت جدی میدیم. اکنون بعد چی نازیکو از کجا پیدا شد، از کی پیدا شد در دل که ما همین یک هنری خیلی خوب رو پیشه خود کنید؟ من از طبیعت هم این خورم، از زیبایی گل ها، درخت ها. یعنی شما گفتنید که زیبایی رو دوست می‌دارد، مخصوصا گل ها رو. همینطور. چیکار کردنید شما این میانی ماهی رو کندید برای تماشابینان کمی یک روشانی میانداختید؟ من یک خوراکی پزم که این خوراک رو تماشابینان یکم بار دیده استودن. یکم بار دیده استید ماهی رو ما اشکامش چوک کرده درونش تازه کردیم و دومش رو تو دوده ای دهنش برآورده در دخوفکه میپزیم. اکنون دوستان عزیز فکر میکنید که اکنون با خوراک و با همون محصولاتی که ما استعمال میکنیم شاکر جان استفاده بردن نمیتواند همون مهارت خود را نه کلا خطا میکنید بلکه استفاده بردن میتواند و گوی روشن این مرحمت شما میبینید که چیکار کرد. این اولین مرتبه شما میکنید آماده این خوراک رو که در خونه میکنیم. ما چیزی که میپزیم با خودمون گل کلکاری کرده شروع کرده زیبا کرده میخوریم. همه چیزا گل کلکاری کرده چیزی که داد استعمال میاته ما گل کلکاری کرده میخوریم. خیلی خوب میشد، خیلی خوب. و باز گفتیم که در اینجا فقط ماهی خودش است، یگون در درون یگون محصولات مثلا نمک مثلا نمک شما زیره و نمک مرحمت انامین زیره اگر خطا نکنم انامینش نمک مرحمت زیره اینش نمک. وقتی که شما با کار داده میشوید عموما چخیل است همون روحیه کاری مثلا بعضی نفرها کار میکنند در کدام کسب کاری که نباشد کار میکنند خاموش وقتی که خاموشی باشد. برعکس بعضی نفران تحت موسیقی نوا یگان موسیقی کار میکنند و همون کوشش میکنند که کاری کردهشون در یک درجه عالی آید. شما چه خیلی کار میکنید؟ هنگامی کار کردن با شما چه خیلی باید باشد؟ آدم ها بسیار باشد که با او صحبت کرده کار کنید یا اینکه موسیقی باشد یا اینکه پیش من با آدم ها بسیار شود یا که چخشق کرده گپ زده خرسندی کرده پس این با خوراک شیرین‌تر و با لذت میدن. با لذت‌تر میبرن. بیشتر کدام نمود سبزوات مثلا گلکاری کردن آسان تر است؟ خربزه. غیر از سبزوات مثلا هست مثلا از چوب میتوانید کردن؟ بله.
این فرق نداره. فرق نداره. آهنم مثلا خیلی آسان‌تر سست‌تر است مثلا تربوزا یا اینکه کادو یا اینکه دیگر چیز. از آهن شما چه خیلی گلکوری میکنیم آهن و سیم قد چیزی که بیاریم نازکی اش رو من میگم چی از نازکیش در چیست مثلا من نمیدونم اگر همه هنرمند اگر هنرمند ناز باشه او فرق نداره چوبای تخته سیم آهن همش همو زیبایی که ما چه خیلی افریده همون تا میتونه کرده. همین چیز تاثیر میرسوند به مهارت رسمی همون هنرمند. شما میتونید رسمی رسم کشیدن میتونید دیده اگر رسم نباشه اول نقش گل کشیدن در کار اگر شما رسم نباشه خیلی شما اورو میتونید یعنی که رسم کشی یا اینکه رسم هنر رسمی یک از نقش‌های مهم میبازد در آماده کردن همین چیزا. اکنون دوستان عزتمند مراجعت به خود شما یعنی که شما گفتنید که در اینجا میبینید این در برابر تربوز رو من میدونم شما فهمیدید دیدید که این تربوز است اینش کادو و اینش اگر گویید که در این فصلی که اکنون قسمت آخری تیرما و آمد زمستان است و گل لاله از کجا است در این استودیوی زیبای برنامه لذت من به شما میگویم عزیزان دل که کلا خطا کردید اشتباه کردید شما اینها گل لاله نیستند اینها باشد اینش نوده و اینهایش باشد قلمپور بلغاری که محصول دست خود اکمل جان است که در یک مدت خیلی کوتاه اینها رو آماده کرده اینش قلمپور بلغاری اینش باشد سبزی اینش چی شلغم انا که دوستان از شلغم گل کردم من نمیدونم من یگون در زودروز یگون همسیم وقتی که شما گل امکانیت دسترس کردن گل رو ندارید و زودروز دارد اون کس شما همون یک 5-6 شلغم رو هم خیلی گلی صدبر کرده رفته گیرید هم خیلی حالتو شده است البته هم خیلی شده است یعنی که شما همون نفر نزدیکتون با شلغم تبریک کردید این دسته شلغم برای شما او همین گل است بینه او گل است برای همین هیچ که نمیفهمه او شلغم است خیلی خوب دوستان عزیز یک چیز رو باید بگم که از یک جهت اگر فکر کنیم خیلی خوب نیست هست وقتی گل رو تقدیم میکنن خب خیلی گل رفتن از تحت دل شما از تحت دل کردید حکیم جان چیکار کردید این ماهی رو ماهی تیار شد ما زیرا در دخوفکه میوندیم یعنی که 45-40 minut میمونیم برای تفتان گذاشتن میگیریم فقط نزدیک نهایت که این کم مرحمت کرده روغن کردن در کار اکنون یک طرف میستیم دوستانی عزیز خب کمی روغن میکنیم توندم که روغن میکنیم برای نچسبیدن او دوستان چیکار کرد دو ماهی رو گرفت حکیم جون و من نمیدونم با کدام اصول گرفت دمهای اون رو از دهانشون برآورد کمی نمک کرد و اینچنین زیرک ایلوه کرد برای خوشتم گردیدن خوراک و اکنون میگیریم وارد تفدان میکنیم تخمینا گفت 40-45 دقیقه باید ایستادم برای پورا پختنش همین طرف خب میاندازیم درجه چه خیلی باشد بلند باشد پست باشد میانه باشد پستر دسر بیاستامونیم توندمی که مویو در اینجا میپزند به قبله باز شروع میکنیم با خوراک دویم همین طرف ما دویم خوراک است خوراک دویم رو سر میکنیم مرحمت برای خوراک دویم ما با پامیدور در کار است پامیدور لازم است چون که در بالا ذکر کردیم دوستان عزیز که همون هنری که دارد در آماده کردن خوراک‌ها استفاده میبرد سرپرست برنامه لذت این فابریکه استحصالی مبل ترکی استیلا می باشد اکنون چیکار کردیم؟ شما ریخته ایستاده ایلوه کرده ایستاده چیز رو من هم روغن ایلوه کردم که پختنش
تستر میگذارم. این خوراک که ما اومده میسوزیم برای چند نفر است تخمینا؟ برای 3 کس. برای 3 کس. من میبینم که در دست خود اکمل نیست و اینچنین در دست خود شما نیست. یک اسباب‌های مخصوص است. دوستان عزیز، من بار دیگر شما رو میگویم مخصوص اسباب‌ها است در دست مثلا اکمل نیست، همه چیزها هست و اینها رو شما از کجا دسترس میکنید و مثلا با کردی عادی یا اینکه چیزهایی که هست با اون نمیشود درباره همین چیز معلومات میدادید. این دوستان عزیز مخصوص خیلی که ما پمیدور درست کاوا کردیم ایده مخصوص اگر کورچه نباشد نمیشه. کورچه طوری قطعی نیست. این قطعی نمیشه ولی این کورچه مخصوص است. این کورت‌هایی که مخصوص هست که برای اون این گلویی که زده استیم و خودم کورچه‌ای که مخصوص در کورکی کادو یا پوستی تربوز سخت است. این کورچه قطعی نمیشه و دیگه کورچه قطعی. خب مخصوص کورچه رو ما استفاده می‌کنیم. غیر از شما هست در مملکت خودمون که مثال پورا ما ولی کار ندیدیم که یکم کس کرده است. چند ساله که این برنامه شما دارم بسیاری کارو را نشون میدین، پیشکش میکنید. پیشکش کرده است. بسیار شاگردا اینا مراجعه کردن که شاگرد بگیریم او را یاد تامین کارو دا. این 2 سال تا 2 سال مقریب 200 نفر آموختن یعنی تا یاد گرفتن. خب در شهر قربان‌تپه 60 نفر یاد دادیم کدبانوی قربان‌تپه را. اما مسئول دستان خودتون رو من فکر میکنم که در همون شما گفتید در خارج کشور در برابر بیرون از مملکت در نمایش گذاشتن، چون در تاجیکستان نیست و نمایش میگذارید هر خیل فکر میکنم یک آزمون ها میشود. در کدام از آنها اشتراک کردید؟ امروز پورا میگفتید 2005 سال ایسا در جایی که آزمون های کلان چهاربینی های رایون و ولایتی و ناحیوی خب جمهوری شده باشه همش دمو اشتراک کردیم. 2010 سال فرم آب شده گذاشته کوخی غربت فرم بین المللی شد. قریب 130 دولت اومده بودن. ما کارهای خودمون در اونجا نمایش گذاروندیم. بسیار باهای بلند دادن مهمونا. 2011 سال پسرم سپیده 1 میلیون در آزمونی سپیده 2011 اشتراک کرده غالب شدن. مقام اول اشغال کردن. اول اشغال کردن و توفه سرفراز کردن داشتن. 2011 بود ماه اکتبر آزمون تیراموی زرین شده گذاشت. پسرم قطعی دخترچند صنف 1 میخونه هر چون جای یکما گرفتن اشغال کردن. برام تو افتخارنامه. تشکر. اکنون شما چیکار کردید تو این دم؟ این پیاز است نه؟ پیاز است. پیاز است. سبزی رو در اینجا با ما را تلکه لازم نیست. از پیاز یعنی که با از پیاز شما یک لگن آماده کردید. همینطوری خیلی خوب و سبزی وارد است و کبودی خیلی زیباست فکر میکنم دوستان عزیز. و این رو هم خیلی خام میخورن یا اینکه سالاد چه میخورن؟ اینش میسته. نه میسته. اورا بعد دیدم به خاطر میکنن سوگل. هیچ گپ ندارد. پیاز اگر میگیری این زردیش خشم میشه. نه برای زردی. انا اکنون دوستان عزیز خیلی خوب برنامه میانی پسر و پدر بحث میرود. برای چی اگه شما گفتید زردیش خشم میشه؟ خیلی خوب گفتید. زرد خشم میشه. خیلی خوب میشود. یعنی که در نگاه یعنی این نگاهی جوانان هستند نه؟ بعضی وقت پدرتون نه؟ میشه دیگه. برای چی شما پوست این رو گرفتید؟ اکنون حقوق این کس رو شما پایمال کردید. برای چی پوست این رو گرفتید؟ گفت که برای زیبا گردن و یک نگاهی از نگاه جوانان مثلا این با زیباتر است شما پوست این رو گرفتید. مثلا برای چی شما پوست این رو گرفتید؟ شاگرد ما گفت که فقط دروش از حالش خوردن. این پیاز ما میتونیم خم چیکار کنیم استفاده برای. اگر پوست قطعی ما خیلی میخریم ولی هم پوست کانادا خب کیفایا. برای شما چی میگوید برای خوردن؟ برای خوردن گرفته خچه چیکادن خوردن ممکن است. خوردن ممکن است. 3 بر 1 با فایده اکمل دوستان عزیز. پیشنهاد اکمل با من پسند آمد دوستان عزیز. بین خودمون برای روح بلند کردن است. اکنون میرویم دوستان. چیکار میکنیم؟ مالش دادید، ایلوه کردید، نمک، زیره، مرچ با آبی پمیدور با آبی پمیدور خیلی خوب و خشک نیدگی نمیکنه درشون. کفایه است نه؟ زود اگر همین چیزهای نالازمه رو میگیریم این لازم است؟ لازم است.
зудакак мегирем, як тараф мегузорем дӯстони азиз ва хотиррасон мекунем дӯстони азиз ки меҳмони барномаи мо ҳастанд як нафаре ки ҳунари хеле зебо доранд ва муаррифӣ ҳоҷат ба муаррифӣ нест, зеро шумо дида истодед ки чӣ хел зебо гардидааст мизи барномаи мо. Инам бошад ҳокимҷон ҳошимов ҳастанд ва писари ӯ акмал ҳошимов ки ҳарду оворанд ба пухтани хӯроки аввал ки моҳӣ буд шумо дидед ва тақдири моҳӣ чӣ шуд? Тақдири моҳӣ хуб аст ва аввал хӯроки аввалро аллакай бо як усули хеле хуб бо як шакли хеле ғайриоддӣ боди тафтон кардем ва хӯроки дуюмро аллакай омода карда истодааст ҳокимҷон ва писари он кас аллакай чикор кард? Ба итмом расон дӯстони азиз, як хӯриши хеле хуб. Бовар накунед, бинед акун шумо. Боз чӣ мондааст ҳокимҷон? бале панирро ин тавр буридед. хоб акмо қимаи таршидагира чикор мекунед? Дар помидорҳо ҷо мекунед. Хеле хуб ва хуб мешавад. чикор мекунед? Шумо чӣ кор карда истодед? Каме маълумот медодед. аз лимон аст. хоб аз лимон пӯстиро ҳӯиш бинем. кушодан дар кор. хоб ҳамин чанд шакл чанд намудиш мисол мешавад ки масалан аминро барои оро додан ин тавр мешавад? 5-6 намуд. 5-6 намуд мешавад. инам бояд дар тафдон мондан дар кор. помидорҳо ҷо мекунем. дӯстони азиз, бори дигар хуб ва муфассал карда худи ҳокимҷон мегӯяд ки чӣ кор кард ва дар даруни анамин помидорҳои сеҳрнок чӣ аст? марҳамат. дар даруни помидорҳоро коворча кардему. Хоб. дар дарунаш қимаи Ушти қима карда шуда шударо тайёр карда мо бо пиёз, аллакай мурч, намак, зира андохтем барои маззаш. хоб ана акун даболош панир мондем. барош панир мемонем. чикор мекунем акун? оира вориди тафдон мекунем. пеш аз он ки вориди тафдон кунем аввал хабар гирифтан дар кор. аллакай тайёр шуда. тайёр шудааст. чикор кардан дар кор? як бор мебинед шумо? пухтааст. пухтааст, омода шудааст дӯстони азиз. дӯстони азиз, ман ягон сухан намегӯям, фақат худи шумо бинед ва дасти ман сухта истодааст. чӣ кор кардан лозим? лаганчаи холӣ биёред. калкушчаи махсус. кафгири махсус. марҳамат. капта бестем. дошта истодан дар кор. хоб дӯстони азиз, чӣ кор кардем то ин дам? мо як кори хеле муҳимро ба сомон расондем. инам бошад хӯроки аввал омода гардид ва пурра аз назар ва имтиҳони худи муаллифи ин хӯрок гузашт ва ба шогирдаш яъне фарзандаш барои оро додан вогузор кардем. акнун чӣ кор мекунем? хӯроки дуюмро чӣ кор мекунем? лагана биёрем. мемонем акнун дӯстони азиз, дар ҳамон ҷо шумо интизор шавед ва ман меорам ин анамин чизи сеҳрнокро ва шумо мебинед. боз равған ин дафъа бисёртар барои ин ки каме часпид ва сабаби часпидани он дар чи аст? меҳру муҳаббати бениҳоят зиёди моҳӣ ба ҳамин анамин чиз буд ва ман албатта шӯхӣ мекунам барои ин ки равғанаш каме камтар буд фикр мекунам, ё ин ки баръакс дар ин ҷо гуфтанд худи ҳокимҷон ки каме аз вақт зиёд мо дар он ҷо гузоштем. тамом мегузорем. чӣ кор мекунем? акун хеле ки мо гуфтем ду намуд овқот мекунем. инҷа ки ямайда қимамон мушти қима кардагимон ямайда зиёдӣ кардем. як хӯрокаи дига мепазем. бале. мо бо ҳам овқотае мекунем ки касе ки ба фикри мо ҳичкаи кора кардагӣ нестанд. боз накардааст. бо чи хидмати кардааст ин овқота. хоб фантазияи худи ҳоким аст. чӣ ки дида қаламфури булгориро гирифта ду тарафро ду тақсим мекунем, тарафҳояшро мебурем, дурунро сурох мекунем. бо як дуна дар кора. боз як донаи дигар қаламфури булғорӣ.
و بوشونین زل کردن لازمه. زل. دوستان عزیز خاطررسان می‌نماییم که سرپرست برنامه لذت فابریکای استحصالی مبل ترکی استیلا میباشد و شما میتوانید که برای در خانه خود را راحت احساس کردن اینچنین در جای کار مرحمت کرده از مبل ترکی استیلا استفاده برید. شما در برابر پدر اکمل بودن اینچنین استاد هستید و پیش از همه هنر خود را آموزانده اید و چی نارسایی دیده می شود شما همچون استاد با همین شاگرد خودتون؟ وقتی که من هنر خود را با پسرم یاد آموزانده ایم خب اما وقتا کمبودی بسیار داشت. حاضر مثلا چی کمبودی داشت؟ سر و سیما بشید گلوش خیلی نمیبرید هر خیلی میبرید. وقتی که گل موندن باشه گلوش هر خیلی می اومد. خب بعد خروشی که اکمال درست میکردیم است نه؟ کارایی که کارای نمیشدنی میکرد سر و سیما خیلی میشه. به سر و سیمگی حاضر همه کارها خیلی خوب. میدونید چی من وقتی همین رو دیدم یک میدونید این اکمل اینش پدر اکمل و سوال به میون میاد که برای چی در اینجا من نیستم؟ باز ساز میکنیم ساز میکنید شما؟ خودم ساز میکنم. اکمل جان خودم میکنیم. خودتون میکنید. من فهمیدم برای چی خودتون میکنید. اکنون اکمل چیکار کرده ایستاده؟ کی بیت ما میرسد از این لازم است؟ سلات میدازیم برای که در خوردن قطع سلات خوردن. ماهی را خورید با سلات با خوریش خورید نه؟ بله. حکیم جان اهل عائله چه خیلی است؟ خانگی های ما خیلی که فرزندم دیگریش همشون فرزندانم همشون دخترچه‌ام همین کار قطعی مشغول هستن. هنرمند هستن. دو پسر کلانمان هنرمند آینه و شیشنده گل میزنن. یعنی که اونها نقشه کشی میکنن. آینه و شیشه. او هم کاری نو است که قم قطعی کارو را میگذرونن. اول کراسکه میکردن نقشه میکشیدن رنگ و قطعی. واز با قم کاری نو است. بسیار عجایب کارو کردستن او. خیلی خوب. اکمل جان با یک کاری دیگه مشغول است. یک کاری دیگه قطعی. خب اکمل جان با تخمی های پولیزی و قطعی هم نوشتجات ها رسم های طبیعت رسم های آدم را استفاده بر تخمی های ضرورت قطعی استفاده بردن همین کارا را با انجام میارن. لگن راندن در لگن ها با استفاده از همون زیرات های دونگی تخمی ها قطعی ها خیلی خوب و سخش رو وزیر میارن. شما قناعتمند هستید؟ ما قناعتمند. خیلی خوب. خب دوستان عزیز خوراک اول الکه با آرو دادن پر را آماده شد. آرو داد اکمل او رو و خوراک دوم الکه قریب که آماده است تا پر را آماده گردیدن ثانیه های کم به شمار مونده است و شروع میکنیم با خوراک سوم. چیکار میکنیم اکم؟ فقط زود. حکیم جان چیکار کردن؟ روغن بریزید. اینو میکشویم در درجه بلند یا که حرارت بلند. خب حرارتش بلند کمی روغن ایلوه میکنیم. یک دقیقه. روغن چقدر لازم است به من گوید؟ من بسیارتر روغن. بسیارتر لازم است نه؟ کفایه است؟ کفایه. خب اکنون چیکار میکنیم؟ هست یکون کاری که من اینه یه خورده میمونی موندن لازمه؟ موندن لازم. فقط بیاید اکنون همه خیل ها؟ درست است. درست است. خب شام پرتوید. خب بیاید من این شما کنم ها؟ ما یک کوشش میکنم. دوستان عزیز شما اگر وقتی این شکل را دیدید شما حیران نشید. برای چی؟ برای اینکه این کارتوشکا است. کارتوشکای عادی فقط این رو با شکل غیر عادی با یک شکل مخصوص بریده. در حقیقت وقتی شما گفتید که در این کسب در این هنر باید شخص با تمکین باشد یک پرطاقت باشد و اکنون من همین چیز رو نه احساس کردم خیلی
انا پیش از حکیم جون من کردم و نمیشم کنید سر بکن اینه کردم روزی نه بیاد ایشه نکنیم هم خیلی موندن میشه نمیشه ده من خیلی میشه ده میشه پوشیدن در کل بالا شو پوشید دوستان عزیز یک باره دو خوراک ما در یک وقت آماده گردید همین طور آموده گردید هم در اینجا هم در تفدون اکنون چیکار میکنین اول اینجا کدامش رو میگردید تفدون هم میگیریم اکنون این رو پر بلگم برداشتیم شروع میکنیم با خوراکی سیوم دوستان عزیز اکنون نقطه کلمیناسیونی برنامه فرا رسید و این لحظه برای من خیلی دلکش است و من دائما انتظار میشم همین قسمت برنامه رو و چون که میبینید هم اکمل هم حکیم جون پرو آماده کردن هم خورش ها رو هم خوراک ها رو و فقط چی مانده است چشیدن مانده است و خلاص برای همین باز یک بار دیگر میگویم که امروز 3 خوراک آماده کردن مرحمت خوراک از ماهی خوراک دوم و خوراک سوم و خورش ها رو باشد فقط اکمل آماده کرد این هم باشد همین در قسمت پیش میز هست چیکار میکنیم میچشیم مایلش من میچشم شما فقط تماشا میکنید شما نیز مرحمت کنیدون از کدام خوراکش میچشیم فقط شما گویید از موی شروع میکنیم دوستان عزیز از خوراک اول شروع میکنیم و با دقت باشید شما شاخنچه در دست فقط انتظار شد این لحظه های با خوراک اول ماهی چونه که گفتید که کم از وقت زیادتر پخت من فکر میکنم که خوب شد میدونید برای چی دوستان عزیز چونه که من چشیدم و حلاوت نیز بردم همچنان ماهی ملایمی زیبا پخته است که هنگامی در دهان بردن و خودش جوش رو مییابد برای همین هم گذشت از امتحان خیلی خوب خیلی عالی اکنون میگذاریم به خوراک دوم من میدونم که شما حسد میبرید و چنین هم باید باشد برای چی؟ برای اینکه باور کنید این خوراک هایی که از من استعمال کرده ایستادم اگر شما در اینجا میبودید میگفتید که این خوراک های بلذت ترین است که من در اینجا چیکار میکنم؟ استعمال میکنم برای همین خوراک عالی خیلی خوب و من به صبرانه انتظارم خوراک سیم رو چشم خب مرحمت خوراک سیم رو میچشم دوستانی عزیز من نمیدونم از چه سبب است که خوراک ها رو اینها نمیچشند و از این نشه یک باره رفتیم چیزی که در اینجا هست وظیفه اساسی خود رو اجرا کردن و اکنون خوراک ها رو
چشیدیم. اکنون من استعمال میکنم از خوریشو. عالی. ایناش کفایه فکر میکنم بس است. اکنون در آخر چی گفتنی هستم با شما. تشکر که یک خوراک خیلی بالذات، خورش‌های خیلی خوب رو برای ما امروز چیکار کردید؟ آماده کردید و من خواهان اون هستم که اکمل جان تشکر زیاد، حکیم جان تشکر زیاد. باز در آینده باز در برنامه لذت با خوراک‌های نو منوی که امروز آماده کردید فکر میکنم که تماشاگران عزیز نیز اولین مراتب دیدند و در نوبت آینده شما باز خوراک‌های خیلی خوب رو آماده می‌سازید چونین با لذت باشد. همین طوره؟ خوش آمدید به شما میگویم و چی گفتنی دارید؟ مرحمت اول شما بعدا شما. پدرم یک گپ گفته بود که جایی که روی دست خالی نرو. خب ما امروز دست خالی نیامدیم. بهترین مهنت‌های پسرمون با تحفه به برنامه لذت. همون گفتنی که تخمی‌های پلیسی. شما در بالا ذکر کرده در برنامه که باز از همون زیروات‌ها اون نشانی لذت نیست داشت. برای همون مخصوص برای نشانی لذت این میره تایید. دوستان عزیزمند، دوستان عزیز، اینک سفینه لذت این محصول دست کی است؟ اگر شما سوال کنید من با شما با باوری کامل گفتم میتونم که این محصول دست انا همین نفر است. دوستان عزیز، اکمل جان تشکر زیاد که یک چند ساعت رو این دربار برای آماده کردن یک هفته باز یک بار دیگر تشکر. یک هفته برای آماده کردن همین کوشش کرده است اکمل جان و ما میخواهیم که در آینده همون مهارت و ملکه تو باز انکشاف یابد، باز تسخیر کنی، باز همون چیزهای آماده کنی و گلخوری های کنی که هیچ کس نه تنها در تاجیکستان بلکه در جهان کرده نتواند. تشکر زیاد. تشکر زیاد. دوستان عزیز، این رو من همینجا میمونم و با شما میگویم که برنامه لذت به آخر میرسد. همیشه خوراک‌های لذیذ و لذیذ رو استعمال کنید و سالمی خود رو نگاه دارید و در اینجا برنامه لذت به آخر میرسد. تا دیدار نوبتی سربلند و پیروز باشید و با برنامه لذت عموما با برنامه‌های تلویزیونی سفینه بمانید. در آخر یک عکس.